امروز داخل این ویدیو ما قراره بریم داخل یه جنگل و یه خونه جنگلی درست کنیم که واقعا خیلی قشنگ شد و امیدوارم که از این ویدیو زده کپی ببرین و بریم که ویدیو رو با هم دیگه شروع کنیم. Let's go. اولش که مثل روزی عادی بود بعد از این گفتم که لباسمو بپوشم و با ارمیا برم اون جنگله که واقعا اینجا گند زدم و دوباره پوشیدمش که بریم ببینیم. الان من آماده شدم دارم آماده شدم الان و اینکه الان بریم سمت جنگل حرکت کنیم و آره دیگه ما فیلم برداری نمی‌کنیم چون یه فیلم برداری گرفتیم که بریم سراغ ویدیو. خب الان ما اومدیم بیرون و می‌خوایم بریم جنگل تا خونمون رو بزنیم. بریم سراغ یه فیلم برداری بریم بزنیم. اینم در کنار ما اینا اوکی. الان باید کدوم سمتی باید بریم داشت بیا. خب الان ما کجا بریم؟ خودم نمیم ما کجا بریم خب الان چیزی که من در نظر دارم اینه که بریم یه جنگل پیدا کنیم. نمیم ما کجا باید جنگل بتونم پیدا کنم. بیا تو که اینجا زندگی می‌کنی کجا جنگله؟ والا خبردار نیستم. ایدارسه چی من هم بدیم درواقع آقای فیلم بر شما میخوای فیلم بردار عالی. خب دریا نشون بده برکا. عجب دریاییه همش گوشته. الانم ما بریم جلو یه جای پیدا میکنیم که بتونیم جنگله. بچه ها اگه لایک این ویدیو به 20 تا یا 50 تا برسه ما تو تابستون میایم اینجا شنا میکنیم و مسابقه شنا میذاریم. محمد میدونه دیگه اینجا اگه تابستون بشه واقعا خوش میگذره. منم میام. و ادیتور تا الان که غلط میزنیم یه کمشو با سرعت بذار چون شاید بچه ها حوصله‌شون سره. آره چوبم اینجا هست. اصلا هماهنگ نکردیم. اصلا ما هماهنگ نکردیم. اوکی ما باید با اینا یه چیزی سرپناهی برای خودمون. چجوری؟ ارمی بچه‌ها شما هم اینجوری همیشه برای چی اینجوری میکنین؟ یا امام نه شو بده. اوکی الان ما میریم یه سری دستگاهمون اوکی الان این چند دستگاهمون انجام میدیم درست کردم و میگم برنامه‌ریزی کردم که آره الان خودتون میبینید. بچه ما تا الان این صندلی ها رو درست کردیم که خودتون داریم میبینین و فیلم بردار قوی. ارمیا فاز سیگما بگی میخوام ادری خفن بزنم. داریم اینجا بذاریم دوربینمونو. آقای فیلم بردار گوشی رو بگیر. اوکی ما قراره بعد اینکه صندلی درست کردیم قراره بریم یه چیزی بسازیم بغل صندلی‌ها که صندلی‌ها بخوره و یه چی میگم چیز خفنی بشه. الان داریم این چوبا رو می‌بینین اینجا نشون بده. این چوبا رو الان برمی‌داریم و میاریمشون اینجا و اونمونو تکمیل. ما الان گوشیمون رو اینجا میذاریم و شما میتونید ما رو تماشا کنین. این زاویه خوشگل تره. اوکی باشه ما الان خواهیم بریم الان اون چوبایی که اونجا داریم میبینیم میخوایم برداریم. عالیه داشتم میگم الان ایشون داریم آقای محمد داریم چوب بزنه ما هم داریم میریم اینجا این چوبا رو من میخوام بردارم بیارمش سمت اون خونه که اونجا داریم میبینیم. آره کمپ عالی. اوکی بچه باید توجه فرامون و یه ذره اتفاقای ناجور که دارین خودتون میبینین تونستیم بالاخره اینجا درست کنیم. بذارید من
اینجا نشون بدم. یه ادیت خفن میذارم. آقا شما برین یه لحظه ادیت خفن بزنم روی خونه. آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم. اوکی میخوام اینجا تمیز کنیم. زغالا اینجا رو برداریم. آقا ارمک تو چیکار می‌خوای بکنی؟ من میخوام تیم کمک کنم. آقای ارمیا علی الان ما چجوری اینو بیاریم اینجا؟ اینو میاریم شن لیلا داخل دیسکریپشن اصلا یادم برسه باشه. بچه هم که داریم میبینین خونمون تقریبا تکمیل شده و خیلی به حال آقای من به شما چیزی ندارم خود خونه داری؟ کمک نمیکنن اینا. ما اصلا این الان از آلمان میخوام بیرون. ارمیا بیا این شما بردار. یکم ببر جلوتر. بچه الان ما تقریبا خونمون تا اینجا اوکی شده. الان خب بریم از اونجا چوب بیاریم که ببریمش اونجا و خونمون رو تکمیل کنیم. هنوز اون چوب پیدا میکنی؟ آره آقای فیلم بردار شما فیلم برداریم مثلا آره. فیلم بعد درست رو بابا اونا کوچولو اما بده این سبا که بده. ما گنده میخوایم. نگاه کن. بیا بیا دیگه ما ارمیا بیا این خونه تا اینجاست. اوکی ما همینو خب میکنیم تو چیزش. باس. ما باید سطح اینجور درست کنیم تا بره بالاتر. چطوری وای میسته؟ خوب وایسته. خوب. آها یه فکر کنم یکی اومد از این بیشتر ادامه ندیم بهتره. نه بابا نه. داریم میبینین اون تقریبا نصف خونه رو انجام دادیم. از بالا نکن اینجوری آقای محمد شما چیزی برای گفتن نداری؟ علی دارم ولی اینجا خیلی بده. میدونی این چوبا خیلی کوچولوان. آره تا صندلی برسه ولی نگاه کن نمیرسه ولی خیلی خوب شده تا الان عالیه. بچه ما الان خونمون تکمیل کردیم. منم درشه نگاه اینم دره سعیم که اینجاست. ما قرار خواهیم اینجا بشینیم. ما میشیم اینجا بشینیم. خب آجه خونمون تکمیل شد همونجور که بهتون گفتم و آقای شما چیزی برای گفتن نداری؟ بله این همه زحمت این همه تلاش به این میگم نه. نکنی خب بچه این ویدیو بهتون رسید و امیدوارم از این اصلا کافی بالا باشید. نمتون گرم بچه یه خداحافظی کنید. خداحافظ. برای ویدیو بعدی لایک و سابسکرایب کنید.